سلام دوستان عزیز و همراهان کانال بنده. امروز میپردازم به رازهای کشف شده در مورد یکی از عجایب هفتگانه جهان و در آخر ویدیو از نتایج باور نکردنی و فیلم‌های به دست اومده از این مبحث. پس تا انتهای ویدیو لطفاً همراه من باشید. اهرام به ارتفاع یک ساختمان 32 طبقه هستند. پس اگر این چنین است، پس چه کسی این اهرام غول‌آسا را ساخته؟ امروزه در مصر نزدیک به 80 هرم وجود داره. قدیمی ترین هرم جزر نام داره که در سقاره شمال غربی منفیس قرار داره. این هرم در سال 2063 قبل از میلاد برای شاه جزر ساخته شده بود. بقیه هرم‌های معروف مصر در منطقه جیزه قرار داره. تعداد از این هرم‌ها جزء هفتگانه عجایب جهان هستند. مصریان بر این باور بودند که بخشی از روح انسان بعد از مرگ در جسد باقی میمونه و به همین دلیل پادشاه خود رو مومیایی میکردند تا این بخش از روح در بدنشان باقی بمونه. آنها امیدوار بودند که بقیه روح پادشاهان یک روزی دوباره به جسد برگشته و پادشاهان دوباره زنده خواهند شد. به همین دلیل کنار جسد غذا، ظروف طلایی هم دفن می‌کردند. مصریان به هیچ وجه در این مورد شوخی نداشتند. همانطور که در زمان زنده بودن پادشاهان او را خدای آسمان‌ها یعنی هوروس می‌نامیدند، بعد از مرگ آنها نیز خدای بارورها و زمین یعنی اونیس می‌نامیدند. به هر حال به اهرام مصر برمیگردیم. برای ساختن اهرام از سنگ‌های آهک استفاده شده و در داخل اهرام برای دیوارها از آهک سپید استفاده شده. در مصر که به عنوان سرزمین سنگ معروف شده بود، به هیچ وجه کمبود سنگ وجود نداشت. در کتابی مربوط به 2003 آورده شده که برای حمل سنگی به وزن 16.3 تن به 45 کارگر نیازه. ساخت یک هرم به طور میانگین حدود 20 الی 30 سال زمان نیازه. این گونه تصور میشه که ساخت اهرام توسط برده‌هایی که تحت اوامر فرعون‌های شیطانی قرار داشتن انجام میشد. یک ادعای نادرست توسط هرودوت تاریخدان یونانی این است که این اهرام هر 3 ماه یک بار توسط صدها هزار برده درست میشد. اینکه فرعون 4 به این تعداد برده داشته باشد ادعای کاملا نادرست می باشد. پشتوانه این ادعای نادرست فیلم‌های هالیوودی می باشد. فیلم‌هایی که در سال 1956 ساخته شده بود. کارگردان این فیلم‌ها کارگران این اهرام را به شکل برده‌هایی نشان می‌دهد. یکی دیگر از اطلاعات اشتباه که منتشر شده ساخته شدن اهرام توسط یهودیان میباشد. این ادعای غلط توسط رئیس جمهور سابق اسرائیل در سال 1977 وقتی به دیدار موضع بین‌المللی رفته بود بیان شد که اهرام توسط یهودیان ساخته شده. یک پروفسور اسرائیلی بیان می کند که این ادعای رئیس جمهور اسرائیل کاملا اشتباهه و پروفسور دیگری ادعا می کنه که اهرام را یهودیان نساختند چون در زمان ساخته شدن آنها هیچ یهودی وجود نداشت. از طرفی عده‌ای بر این باورند که این اهرام را آدم‌های فضایی ساختند. بله، عده‌ای توانستند این باور غلط را بین مردم رواج بدهند. با توجه به سرعت نور و همچنین موقعیت جغرافیایی مصر، آدم‌های فضایی باید در گذشته برگشته باشند تا بتوانند این اهرام را بسازند که این یک موضوع غیر ممکنه. کسانی که بر این باورند معتقدند
آدم‌های فضایی بناهای زیاد دیگری هم بنا کردند. ما نسبت به چیزهای دیگری که شما باور دارید یا ندارید مسئول نیستیم، ولی به شما توضیح خواهیم داد که اهرام مصر چگونه و طی چه مراحلی ساخته شده. BBC این گونه ادعا میکنه که تیم سازنده اهرام مصر 2 گروه بودند. گروه اول نزدیک به 4000 نفر بودند که کارهای ساخت و ساز و رمپ و نقلیه این کارا رو به عهده داشتند. گروه دوم که حدود 16000 الی 20000 نفر بودند، امور مربوط به لباس و غذا و ابزار جانبی را به عهده داشتند. گروه اول در روستایی نزدیک به هرم زندگی می‌کردند و گروه دوم در کمپی دورتر از روستا بودند. رودخانه نیل نیز در این ساخت و سازها نقش گذاشتند و حتی طی یک حادثه رودخانه نیل به یکی از روستاها طغیان کرده بود و در این مدت گروه دیگری مشغول ساختن اهرام شده بودند. باستانشناسان همه حقایق در خصوص ساخته شدن اهرام ها را کشف نکردند، ولی در جستجوی انجام شده در سال 1999 الی 2002 اطلاعات زیادی در این باره کشف شد. این موضوع کشف شد که در زمستان آنها در زیر رمپ هایی که ساخته بودند میخوابیدند. در پشت محل خواب آنها محل هایی وجود داشت که در آنجا غذا تهیه می‌کردند. در سال 2016 یک باستانشناس این گونه بیان کرد که در مورد درون آنها هنوز اطلاعات کافی نداریم و اگر بتوانیم درون آنها را شناسایی کنیم در مورد نحوه ساخته شدن آنها کشف‌های بسیاری خواهیم کرد. او 3 فرضیه برای ساختن این اهرام بیان کرد. به عنوان مثال، اگر داخل از بلوک‌های افقی ساخته شده باشد، این موضوع با رمپ‌ها تناسب دارد، ولی هیچ سنخیتی با فرضیات او ندارد. او و همگروه‌های او به مدت نیم ساعت بالای اهرام رفتند و داخل یک شکاف محل غارمانندی رو پیدا کردند. این گروه به دلیل سنگین بودن دستگاه‌های لیزری نتوانسته بودند آنها را با خودشان بیاورند، ولی توانستند به مدت 20 دقیقه از این محل فیلم برداری کنند و با این ویدیو توانستند نزدیک به 300,000 عدد تصویر 3 بعدی کامپیوتری بسازند و با این تصاویر به این نتیجه رسیدند در داخل اهرام محلی برای ذخیره شن و مصالح وجود داشته است. و کارگران اهرام چه می‌خوردند؟ کشف شده که آنها از گوشت گاو و گوسفند تغذیه می‌کردند. هر روز در محل کار آنها 21 گاو و 23 گوسفند فرستاده می‌شد. آنها ماهی هم می‌خوردند. بعد از بررسی بدن کارگران به این نتیجه رسیدند که بدن آنها از شدت کار زیاد دچار فرسودگی شده است. کارگران باید راهی برای حمل سنگ‌های بزرگ پیدا می‌کردند. در یکی از سنگ نوشته‌های اهرام یک نقشی وجود دارد که نشان می‌دهد 172 کارگر در حال کشیدن یک سنگ هستند. آنها برای حمل راحت‌تر سنگ‌ها شن‌ها را خیس می‌کردند. آنها به جای متر از معیار دست یا آرنج خود استفاده می‌کردند. و برای مطمئن شدن از موازی و ابعاد سنگ‌ها از ستاره‌ها و غرب و شرق و طبیعت استفاده می‌کردند و از حرکت ستاره‌ها و سایه‌های ایجاد شده توسط آفتاب می‌توانستند مسیر خود را پیدا کنند. یک شرکت ژاپنی در سال 1996 بررسی کرد که آیا یک سنگ 2.5 تنی را می توانند 18 نفر حرکت بدهند و این موضوع شدنی است.
امیدوارم این مطالب مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. اگر این سبک ویدیوها رو دوست دارید ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید و برای دوستداران این گونه مطالب بفرستید. ویدیوها رو لایک کنید و هر گونه نظری دارید حتما برای من کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی روز و روزگارتون خوش.